یک حکایتی رو شما از مولانا دارین و روایت میکنین در واقع که شخصی میره پیش شخص دیگری گندم از او میخواد. خیلی به نظرم زیباست و شما خیلی زیبا بیانش میکنید. اگر خسته نشدید این رو برای ما بگید. ایام قحطی بود، زمین ها بایر بود، خشکسالی بود. کشاورز رفت پیش آسیابان یک مقداری گندم رو قرض کنه و برای سد جوع بچه هاش استفاده کنه. میره از آسیابان خواهش میکنه که بچه هم گرسنن. آسیابان هم این مقداری گندم میریزه توی دستمالی، گره میزنه میده بهش. یا همینطور که میاد تو مسیر دعا میکنه خدایا به حق عزتت گره از مشکلات مردم بگشا، گره از این بحرانی که ایجاد شده بگشا، گره از این دردها، گره از این حقدها، کینه ها، حسدها، عقده ها. اینقدر گره کرد تا گره دستمال باز شد، همه گندم‌ها ریخت. سالها نرد خدایی باختی، این گره را زان گره نشناختی؟ من تو را کی گفتم ای یار عزیز که این گره بگشای گندم را بریز؟ آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بگشودن دیگر چه بود؟ من خداوندی ندیدم زین نمد، یک گره بگشودی آن هم غلط. الغرض برگشت مسکین دردناک، تا مگر برچیند آن گندم ز خاک. برگشت گندم‌ها رو جمع کنه، چون برای جستجو خم کرد سر، دید افتادی یکی همیان زر. همون جایی که گندم‌ها ریخته بود کیسه زری رو پیدا کرد. یه صدایی در درون بهش گفت تو مبین اندر درختی یا به چاه، تو مرا بین که منم مفتاح راه. سر پنهان است اندر صد غلاف، ظاهرش با توست و باطن برخلاف. عقل را خود با چنین سودا شکار، کر مادرزاد را سرنا شکار. سجده کرد و گفت که رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه بود؟ هر بلایی که از تو آید رحمتی است، هر کرا فقری دهی آن نعمتی است. مولانا دائما به ما تاکید میکنه که هیچ وقت عملکرد خداوند رو قضاوت نکنید، چرا که باعث ظلم به خودتون میشه. ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم خرد کل چه برنامه‌ای برای ما که یک خرد جز هستیم داره. وقتی قضاوت میکنیم خداوند رو، سرزنش میکنیم و محکوم میکنیم، درهای رحمت رو به روی خودمون میبندیم، چرا که خودمون رو از دسترس خداوند خارج میکنیم. مولانا دائما تاکید میکنه که بیایید دست بردارید از قضاوت کردن خداوند. خداوند چیه بچه‌ها؟ اتفاق لحظه حال همون حکمت و خرد خداونده برای اینکه به ما برکتی بده، رحمتی بده یا درسی بده و آگاهی بده. یاد بگیریم اتفاق لحظه حال رو قضاوت نکنیم، چون نمیدونیم این گره که خداوند الان داره از زندگی ما باز میکنه قرار بعدش چه اتفاقهایی بیفته. خیلی دوستتون دارم. حق یارتون.